سلام، من سینا هستم. تو این ویدیو در خدمتتون هستم و میخوایم راجع به void پوینتر ها صحبت بکنیم. خب جلسه قبل ما یک کلیتی راجع به پوینتر ها و نال پوینتر داشتیم. اول از همه کیورد void رو احتمالاً ما توی تعریف کردن تابع دیدیم. مثلا اگه یه تابعی دارید که خروجی نداره، شما این شکلی می‌نویسین void foo و مثلا یه کاری توش انجام میدین. doing stuffs. این void صرفا توی خروجی تابع میتونید ازش استفاده بکنید و به این معنیه که تابع شما چیزی رو بر نمیگردونه. مثلا برای یه متغیر نمیتونید بگین که تایپ متغیر من از جنس A به شما کامپایل ارور میده. خب ببینید ارور داد. اما ما یه تایپی داریم توی زبان C که بهش میگن void pointer. خب void pointer رو چجوری در واقع میتونیم بسازیم؟ از سینتکسش این هستش که میگیم void استار یه متغیر، خب و میتونیم بهش حالا هر آدرس معتبری رو بدیم. این نکته اساسی وجود داره. void pointer یا اشارهگر void ما، اشارهگر حالا پوچ ما، به این معنی نیست که داره به پوچ اشاره میکنه و داره به void اشاره میکنه. منظور از اون void اینه که تایپش رو ما نمیدونیم. تایپش void، تایپش void در واقع این تایپش هر چیزی میتونه باشه. خب پس این یه نکته خیلی مهمه. ما منظورمون از پوینتر در واقع پوینتری است که تایپی که میخواد بهش اشاره بکنه رو نمیدونیم. خب مثلا الان این برنامه من فرض کنید من اینجا یه این استارم دارم، خب که اسمشو گذاشتم int ptr. خب و یه متغیرم دارم که این مقدار داره. خب من اگه بیام و سایز هر دوتای این اشارهگران بگیرم، سایزشون یکی خواهد بود. یعنی اینها توی حافظه دقیقا مثل پوینتر حالا یا 4 یا 8 بایتی هن. خب و تنها فرقشون در زمان کامپایل، در زمان اجرا ما چیزی به اسم void پوینتر نداریم. باز هم این یه نکته که خیلی مهمه بهش دقت بکنیم. ما در زمان کامپایل هست که تفاوت قائلیم بین void استار و اینت استار. خب پس این تعریف اولیه از void پوینتر. خب ممکنه یه سوال پیش بیاد که اصلا ما چرا به یه void پوینتر نیاز داریم. خب ببینید تو زبان C از اونجایی که تمپلت ها نبودن و امکان جنریک کد زدن، امکان در واقع حالا واژه فارسیش میشه کمی عمومی تر کد زدن وجود نداشت، نیاز داشتن که فرض کنیم برای توابعی که دارن، مثلا توابع مثل مالوک، الوک یا مثلا فری، یا باید برای همشون اوورلود می نوشتن به همه تایپ ها که طبعا غلطه، یا اینکه باید یه تایپی رو تعریف میکردن که به عنوان یه پوینتر بدون تایپ در نظر میگرفتن. خب و باید این قابلیت داشته باشه که همه پوینترها بتونن به اون به صورت ایمپلیسیت، به صورت ضمنی، ایمپلیسیت میشه ضمنی، تبدیل بشن. این خیلی مهمه. خب پس این نیاز در واقع اصلی که تو زبان سی اومدن void استار ایجاد کردن این بودش که میخواستن یک پوینتر عمومی داشته باشن که همه تایپ بهش تبدیل بشن تا کارشون توی در واقع نوشتن API ها راحت بشه. برای برنامه‌نویسی، برای نوشتن دیتا استراکچر ها کارشون راحت بشه. تو سی شما مثلا نمیخواین دیتاتون میخواین کاربر بگه که مثلا لینک لیستتون چی باشه، لینک لیستی از اینتیجر باشه، دابل باشه، پس اون دیتا داخلیشو void استار میذارید، نه مثلا اینتیجر یا هر چیزی. خب پس یک کمی قابلیت عمومی کد زدن رو میده. خب حالا جلوتر اشاره میکنم که تو سی پلاس پلاس آیا نیاز داریم همچنان اونقدر به void استار یا نه. خب بریم یکم باز مثال عملی تر ببینیم راجع به void پوینتر. ببینید الان من اینجا میتونم آدرس A رو بدم، خب و اینجا هم آدرس A رو بدم. من کیوردمو نگاه میکنم که سوتی ندارم. خب این اینتلیجنسش میکنم داره اشتباه میکنه. اینجا من اروری نمیبینم. خب و بعد میام میگم که ptr من سایزش چقدره؟ من فکر میکنم باید درصد زدیو بذارم برای سایز آف، مطمئن نیستم اینو. خب اول ببینید که سایز جفت اشاره‌گرای من یکیه. حدس میزنم اون ارور اینتلیجنس، ارور
قاطی کردن باشه، مطمئنم شده من سوتی دارم. حالا با هم میبینیم من اجرا کنم. چه زیرش قرمز کشته اینو میگم. ببینیم چی میگه. آره یاد دیدین قاطی کرده بود. خب خود من اجرا شد و گفتش که جفت اینا سایزشون 8 است. خب حالا میخوام همونطور که قبلا گفتم مقدار اون چیزی که پوینترم بهش اشاره میکنه رو دیریفرنس کنم. یادتون از دیریفرنس کردن چی بود؟ اینکه من از طریق پوینترم به اون مقداری که ولیویی که داره اشاره میکنه دسترسی پیدا بکنم. خب اینو چیکار میکنیم؟ تو حالت عادی من میام چیکار میکنم؟ بذار من اینو باز اینجا بنویسم پایینتر. اینو پاک کنم. اینم میشه درصد دی. بچه پوینتر غیر وید رو خب شما با یه استار قبلش گذاشتن دیریفرنس میکردین، ولی وید استار رو زبان به شما اجازه نمیده که دیریفرنس کنین چون تایپش رو نمیدونه. این خیلی نکته مهمیه. پس من الان به من تو خط 23 خط کامپایل خواهد داد. میبینید میگه شما نمیتونید یه وید استار رو دیریفرنس کنین. باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم و این پوینتری که ما داریم رو کست کنیم به اون چیزی که میخوایم. من اینجا یک اینت استار دارم، پوینترم رو اول به اینت استار کست میکنم و بعد اون رو من دیریفرنس میکنم. ببینید الان کد من اجرا شو به درستی. جفت اینا به 10 دارن اشاره میکنن. خب پس اینم یه نکته، وید استار ها قابل دیریفرنس کردن نیستن. میشه راجع به کست کردن هم یه صحبتی با هم بکنیم. کست کردن، کست CAST اگه من واضح نگفتم، برای تبدیل کردن چند تا تایپ به هم، در واقع تبدیل کردن چند تا تایپ، یه تایپ به تایپ دیگر میگن کست کردن. خب شما از اونجایی که همه پوینترها، چه اینت پوینتر، نمیدونم دابل پوینتر، اسم استراکتتون پوینتر، وید پوینتر، اینا در عمل توی حافظه یکی ان، شما میتونید تو کامپایل تایم اینا رو به هم تبدیل بکنید. خب پس هر پوینتری به هم دیگه کانورتیبله، قابل تبدیله. خب ببخشید من باشه انگلیسی الکی به کار بردم اینجا. ما چند مدل تبدیل داریم، یا ضمنی ایمپلیسیت یا اکسپلیسیت. صریح میگیم که کستمون چی هست. ولی کست ترجمه خوبی تو ذهنم نیست. ایمپلیسیت یعنی چی؟ مثلا شما یه متغیر اینتیجر دارین و قرارش میدین توی دابل، اون به صورت ایمپلیسیت تبدیل میشه به اون. خب تو پوینترها ما کلا ایمپلیسیت کست نداریم مگر یک حالت، همین اتفاقی که این بالا افتاد. اینجا من اینت استارم به صورت ضمنی تبدیل شد به وید استار. پس من اینجا میذارم این نمونه یک ایمپلیسیت کسته. برای سایر تبدیل اگه شما میخواین اینت استار رو به دابل استار تبدیل کنید یا هر چیزی، فقط اکسپلیسیت کست میتونید بکنید. الان نکنید من میگم دابل استار PTR 3 و بهش چی میدم؟ PTR اینت هم میدم. اینت PTR بود یا اینت PTR بود. این به من خطای کامپایل میده. نکنین به من خطای کامپایل داد. اینجا تنها کاری که باید بکنم اینه که بگم کستش کن به دابل استار. اوکی. ببینین اکسپلیسیت صریحا گفتم که به چه تایپی پوینترمو کست کن. پس همه پوینترها به هم قابل کست شدنن. حالا پوینترهای در واقع متغیرهامون دیگه قابل کست شدن به هم، قابل تبدیل شدن به هم هستن. سخت شده کمی به هم هن. و اینکه همشون به وید استار به صورت ضمنی تبدیل میشن. این خیلی خوبه. لازم نیست وقتی میخوایم یک فانکشن کال بکنیم بگیم که اینو کست کن به این. اگه ورودی اون فانکشن ما مثلا وید استار باشه دیگه خیالمون راحته، صرفا هر پوینتری داریم پاس میدیم به اون. مثل اینکه تو نسخه قدیمی تر سی توابع ملوک که ما در آینده با هم بررسی خواهیم کرد تو بخش هیپ، اینا کرستار بودن. خب و شما نیاز داشت که کست بکنیم، بعداً اونو تبدیل کردن به خودش به وید استار که مستقیما به اون تایپی که میخواین میتونین کست بکنین به اون پوینتری که میخواین. خب پس اینم راجع به کست کردن پوینترها. یه نکته هم وجود داره راجع به اینکه اساسا ما اینو قبل که بگم تو سی پلاس پلاس آیا چه صفایی داره، اینه که کجا زیاد میبینیم. ببینید احتمالاً اگر شما سی پلاس پلاس کد میزنین کمتر پیش میاد که از وید استار استفاده بکنید، خیلی کم.
مگر که دارین یه دیتا استراکچر خاصی مینویسید که اونم باز خیلی دیگه استفاده نمیشه، خیلی کم پیش میاد، مگر اینکه مثلا حالا یک بنا به دلایلی نخواین از تمپلت استفاده بکنید به خاطر مشکلاتی که توی زیاد شدن بیلد تایم کامپایلتون داره، بیلد تایمتون داره، ولی معمولا کم پیش میاد استفاده کنید. نهایت در مقام استفاده کاربردی مثلا مثل تابع ملوک یا فری اگه خواستین استفاده کنید، خب اونا وید پوینتر میگیرن، خب ولی احتمالا شما کمتر پیش بیاد که وید پوینتر استفاده بکنید. خب و سوال آخر این که چرا دیگه کمتر نیاز بهش توی C++. ببینید C++ یکی از جذابترین ویژگی‌هایی که داشت این اضافه کردن تمپلت ها بود. خب تمپلت ها واسه جنریک پروگرامینگ استفاده میشن و تقریبا یه دنیای عجیب غریبن. خب به شما این امکانو میدن که بتونین عمومی تر کد بنویسین با کلی ابزارهای خفن‌تر، با کلی امکانات بهتر و دیگه کاملا میشه گفت نیاز به وید پوینتر رو رفع کردن و تو C++ ما جایگزینی بهتری داریم به اسم تمپلت ها و اینکه اونا صرفا هم مربوط به پوینترها نیستن، یعنی تمپلت ها خیلی جای دیگه هم استفاده میشن جای یه تایپ و نیاز ما به وید پوینتر رو برطرف میکنن، ما رو از اون بی نیاز میکنن، در واقع این جمله بهتریه. این جلسه امروز بود، امیدوارم که لذت برده باشین. خیلی ممنون.